سلام. امروز میخوام درباره سوالی کردن افعال زمان گذشته با هم صحبت کنیم. یه درس گرامری با کلی جمله و مثال. من زهره هستم و شما در حال تماشای 2020 هستید. ما در درس‌های گذشته درباره زمان گذشته یعنی geçmiş zaman صحبت کردیم. اینکه چطور ساخته میشه، چطور منفی میشه، چطور صرف میشه و امروز میخوایم درباره سوالی کردن اون صحبت کنیم و خبر خوب این که سوالی کردن اون خیلی ساده هست. من 4 تا فعل براتون مثال میزنم. Yapmak, yemek, okumak, görmek. خب چرا این 4 تا فعل؟ چون اگر ماک و مک رو برداریم 4 فعل باقی میمونه که آخرین حرف صدادار اونها جزء جدول 4 رایه ما هست و ما برای همه قسمت‌های اون مثال داریم. دوم این که فعل یاپ با پ یعنی از گروه فستکچی شواپا تموم شده و ما یه نمونه از این افعال رو هم بررسی خواهیم کرد. و 2 تا فعل اوکو یه که با حرف صدادار تموم میشن. به ترتیب شروع میکنیم. فعل اول یاپماک. شکل مثبت گذشته اون میشه یاپتı. انجام داد و صرف اون میشه yaptım, yaptım, yaptı, yaptık, yaptınız, yaptılar. حالا برای سوالی کردن اون از شناسی 4 تایی می استفاده میکنیم. سوالی کردن با شناسی می رو در درس 16 کامل توضیح دادم. اگر کسایی هستن که در این بخش مشکل دارن یا اون درس رو گوش ندادن توصیه میکنم اول اون درس رو ببینید و بعد به اینجا برگردید. گفتیم که هر وقت این ای به صورت بزرگ نوشته میشه یعنی 4 راه گرامر هست. اگر آخرین حرف صدادار کلمه آ ا باشه به صورت م، اگر آخرین حرف صدادار کلمه ای باشه به صورت می، اگر آخرین حرف صدادار کلمه او باشه به صورت مو و اگر آخرین حرف صدادار کلمه او باشه به صورت مو میاد. اینجا هم نگاه کنید. اگر بخوایم شناسه می رو از بین 4 حالتش انتخاب کنیم به آخرین حرف صدادار این فعل ها نگاه میکنیم و همشون مربوط به این جدول میشن. پس از م استفاده میکنم و بعد از فعلم شناسه سوالی رو میارم. yaptın mı؟ انجام دادم. yaptın mı؟ انجام دادی. yaptı mı؟ انجام داد. yaptık mı؟ انجام دادیم. yaptınız mı؟ انجام دادید. yaptılar mı؟ انجام دادند. یه بار دیگه با من صرف کنید. yaptın mı؟ yaptın mı؟ yaptı mı؟ yaptık mı؟ yaptınız mı؟ yaptılar mı؟ Hala şu anda doğru yaptım mı؟ bilmiyorum. الان کار درستی انجام دادم؟ نمیدونم. Hala şu anda doğru yaptım mı؟ bilmiyorum. یه مثال دیگه. ödevini yaptın mı؟ تکلیفت را انجام دادی؟ ödev میشه تکلیف. ödevini تکلیفت را yaptın mı؟ انجام دادی؟ شکل منفی فعل yapmak میشد yapmadı و صرف اون میشه yapmadım, yapmadın, yapmadı, yapmadık, yapmadınız, yapmadılar. اینجا هم به همون صورت سوال میشه یعنی شناسه می رو با توجه به آخرین حرف صدادار میاریم که اینجا نگاه میکنیم و باز همون شناسه م انتخاب میشه چون آخرین حرف صدادار همه اینها هست. صرف میکنیم yapmadım mı؟ انجام ندادم. yapmadım mı؟
Yapmadın mı? انجام ندادی؟ Yapmadın mı? Yapmadı mı? انجام نداد؟ Yapmadı mı? Yapmadık mı? Yapmadık mı? Yapmadınız mı? Yapmadınız mı? Yapmadılar mı? Yapmadılar mı? Sigorta şirketi henüz ödemenizi yapmadı mı? شرکت بیمه هنوز پرداخت‌های شما را انجام نداد؟ سیگورتا شرکتی henüz ödemenizi yapmadı mı? Geçen cumartesi sizinle ders yapmadık mı? شنبه گذشته geçen cumartesi sizinle با شما ders yapmadık mı? Ders kar نکردیم. Geçen cumartesi sizinle ders yapmadık mı? فعل خوردن میشد yemek. شکل گذشتش میشد یدی و صرف اون میشه یدیم، یدین، یدی، یدیک، یدینیز، یدیلر. برای سوال کردن می رو میاریم. به آخرین حرف صدادار نگاه میکنیم. با توجه به اینکه آخرین حرف صدادار همه این صرف توی جدول دوم قرار داره، یعنی ا و ای هست، شناسه می رو میاریم. یدیم می خوردم. یدین می خوردی. یدی می خورد. یدیک می خوردیم. یدینیز می خوردید. یدیلر می خوردند. köfteden hiç yediniz mi؟ از کوفته، حالا به زبان خودشون köfte، اصلا خوردید؟ köfteden hiç yediniz mi؟ bir yıl boyunca hiç pilav yediler mi؟ در طول یک سال اصلا پلو خوردند؟ پیلاو همون پلو هست. bir yıl boyunca hiç pilav yediler mi؟ خب شکل منفی فعل yemek میشه yemedi. yemedi. صرفش کنیم با هم. yemedim. yemedin. yemedi. yemedik. yemediniz. yemediler. سوالی کردن اون باز هم به همون صورت هستش. با توجه به آخرین حرف صدادار فعل می میاریم. و اینجا باز همون می انتخاب میشه. یمدین می نخوردم. یمدین می نخوردی. یمدی می نخورد. یمدیک می نخوردیم. یمدینیز می نخوردید. یمدیلر می نخوردند. المایه یدیم می یمدیم می. سیب را خوردم یا نخوردم؟ حواستون نیستش. از سوال میکنید. میگین که یدیم می یمدیم می. هر دو شکل سوالی، یعنی سوالی حالت مثبت فعل و سوالی حالت منفی فعل هستش. یدیم می یمدیم می. Bugün lokantada bir şey yemediniz mi؟ امروز bugün lokantada در لوکانتا در رستوران bir şey چیزی yemediniz mi؟ نخوردید؟ bugün lokantada bir şey yemediniz mi؟ فعل بعدی okumak. شکل گذشته اون میشد okudu
و صرف حالت مثبتش میشه اوکودوم، اوکودون، اوکودو، اوکودوک، اوکودونوز، اوکودولار. حالا به آخرین حرف صدادار این فعل ها نگاه کنید. 5 تای اول چون آخرین حرف صدادارشون او هست، شناسه سوالی به شکل مو میاد و در صرف سوم شخص جمع چون آخرین حرف صدادار اون آ هست به شکل م میاد. صرف کنیم. اوکودومو، اوکودونمو، اوکودومو، اوکودوکمو، اوکودونوزمو، اوکودولارمو. براکتم مکتوبو اوکودومو. نامه ای را که فرستاده بودم، رها کرده بودم برات، خوندی؟ مکتوب یعنی نامه. براکتم مکتوبو یعنی نامه ای که برایت فرستاده بودم. براکتم یعنی رها کرده بودم، ارسال کرده بودم، به این معناها میاد. براکتم مکتوبو اوکودومو. خواندی؟ باشکا بیرسته مکتوبو اوکودومو. کسی دیگه ای نامه را خواند. باشکا بیریسی یعنی کسی دیگه ای. مکتوبو نامه را، اوکودومو خواند. فعل اوکوماک حالت منفی گذشتش میشه اوکوماده و صرف اون میشه اوکومادم، اوکومادم، اوکوماده، اوکومادک، اوکومادınız، okumadılar. این صرف رو من راحت ازش میگذرم چون که ما تو درس‌های گذشته همه اینا رو با هم کار کردیم. فقط اینجا هم مرور میکنیم هم حالت سوالیش رو بهتون میگم. برای سوالی کردن به آخرین حرف صدادار نگاه میکنیم و اینجا همه جزء جدول اول هستن و از م استفاده میکنم. پس میبینید که پسوند سوالی می تابع ریشه فعل نیست. یعنی اینطور نیست که بگیم ریشه فعل اوکو هست و همیشه مو میاد. نه، بلکه باید دید که شکل نهایی فعل ما چی هست و آخرین حرف صدادارش در اون حالت چی هست. اوکومادم ما، اوکومادن ما، okumadın mı? Okumadık mı? Okumadınız mı? Okumadılar mı? Lisede hiç Yüzüklerin Efendisi'ni okumadın mı? در دبیرستان اصلا ارباب حلقه ها را نخواندی؟ لیسده در دبیرستان. yüzük حلقه هست، انگشتر. Yüzüklerin Efendisi افندی هم که میدونی به معنی آقا هست، میشه ارباب، آقای حلقه ها. مجموعاً چنین معنی میگیره. در دبیرستان اصلاً ارباب حلقه ها رو نخواندی؟ به جای ارباب حلقه ها میتونین اسم هر کتاب دیگه رو بذارین. احتیار آدم به دنیزه okumadın mı؟ پیرمرد و دریا رو نخواندی؟ احتیار آدم، پیرمرد و دنیزه و دریا را okumadın mı؟ نخواندی؟ kimse davetiyeleri okumadı mı؟ کسی کارت دعوت ها را نخواند؟ kimse یعنی کسی. داوتیه یعنی کارت دعوت. از همون کلمه دعوتیه اومده. داوتیه. داوتیلر یعنی کارت دعوت ها. داوتیلری یعنی کارت دعوت ها را okumadı mı؟ نخواند؟ میریم به فعل چهارممون. görmek، دیدن. شکل گذشته مثبت اون میشد gördü. بیایم شکل مثبت اون رو صرف کنیم. gördüm، gördün، gördü، gördük، gördünüz، gördüler. برای اینکه شناسه می رو اضافه کنیم با آخرین حرف صدادار فعل ها نگاه میکنیم. در 5 تای اول ö و در آخری ا. پس میشه gördün mü؟ دیدم. gördün mü؟ دیدی؟ gördü mü؟
Did. Gördük mü? Didim. Gördünüz mü? Didid. Gördüler mi? Didend. Mavi çiçeklerimi gördünüz mü? گلهای آبی مرا دیدید؟ mavi çiçeklerimi, گلهای آبی مرا gördünüz mü? Didid. Bütün hastaları gördük mü? همه بیمارها را دیدیم. Bütün hastaları gördük mü? شکل منفی فعل gördü میشه görmedi. görmedi. برای اینکه شکل منفی رو سوال کنیم اول صرف کنیم. görmedim. görmedin. görmedi. görmedik. görmediniz. görmediler. حالا سوالی کردنش راحت هست. به انتهای اونها شناسی می رو اضافه می کنیم. چون آخرین حرف صدا داره همه اونها مربوط به جدول دوم هستش. Bu adamı gördük mü, görmedik mi? این مرد را دیدیم یا ندیدیم؟ خب میبینید که اینجا توی این جمله هم شکل سوالی مثبت وجود داره هم شکل منفی سوالی. gördük mü? دیدیم. görmedik mi? ندیدیم. اما با اینکه یک فعل هست شناسه می برای اونها متفاوت اومده که توی شکل مثبت تابع او به صورت مو اومده و توی شکل منفی تابع ای به شکل می اومده. بنابراین توی سوال کردن به ریشه فعل نگاه نکنید. ببینید که اون شکل صرفی فعل چی هستش و آخرین حرف صدادار اون شکل اصلی رو در نظر بگیریم. Dün gece seni hiç görmediler mi? دیشب تو را اصلا ندیدند. Dün gece seni hiç görmediler mi? Birbirlerine nasıl baktıklarını görmedin mi? ندیدی چطور به هم نگاه می کردند؟ birbirlerine nasıl baktıklarını görmedin mi? birbirlerine یعنی هم به همدیگر. nasıl baktıklarını چطوری نگاه کردنشان را görmedin mi؟ ندیدی؟ خلاصه درس امروزمون این بود که فعل گذشته به دو شکل مثبت و منفی هستش و اگر بخوایم شکل سوالی اونها رو به دست بیاریم با توجه به آخرین حرف صدادار فعل از شناسی می برای سوالی کردن اون استفاده میکنیم. امیدوارم مثالها و تمرینات براتون کافی باشه. اگه لازم میدونین خودتون چند تا فعل انتخاب کنید. در ابتدا شکل گذشته مثبت و منفی اونها رو به دست بیارید. بعد اونها رو در صرف‌های مختلف سوالی کنید. قطعاً آموزش با تمرین خیلی پایدارتر و ماندگارتر هستش. پایدار باشید.